به نام خدا درود و صلوات به فرستاده او. سلام و درودی به پایان بینندگان عزیز. پیغمبر خدا رحمت برای کل عالمیان بود و دلالت دهنده به کار خیر. پیغمبر خدا درود و صلوات بر او اکثریت وقت بشارت میداد به کارهای خیر و از جمله در حدیث خود میفرماید که خسارت دید، زیان دید اون نفری که نام من در نزد او ذکر می شود و بر من صلوات نمی فرسته. صلوات و درود بر تو ای محمد. و زیان و خسارت دید اون نفری که رمضان را دریافت و بسیار تنبلی کرد، از شبهای پربرکت رمضان استفاده نبرد، شبهای رمضان به خواندن قرآن سپری نکرد و رمضان سپری شد و گناههای او باقی ماندند. خسارت دید، زیان دید اون نفری که پدر و مادرش زنده هستند یا که یکی از اونها زنده است و سعی و کوشش نمیکنه که رضای اونها را به دست بیاره. یعنی پیغمبر خدا چی میگوید؟ ما را بشارت میدهد که هر وقتی که نام او را شنیدیم صلوات بر او بفرستیم و شهر رمضان یعنی ماه رمضان بسیار خوب استفاده بریم. غیر امکان است که رمضان بیاید و برود و انسان حالا هم گناه داشته باشد. خیلی انسان خسارت دیده است، خیلی انسان زیان دیده است که رمضان میآید و میرود اما حالا هم او در نامه اعمالش گناه دارد و رمضان میآید و میرود و حالا هم غرق گناه است و پدر و مادرش از قید حیات میروند یا خودش پیش از اونا میگذرد در صورتی که نامه اعمالش پر از گناه است. پس رمضان را خوب استفاده بریم و از برکت دعای پدر و مادر دور نباشیم.